آیا تا به حال به باغ پغمان رفته اید و آیا می دانید که این باغ عمومی است؟ مردم بیشتر با نام پغمان آشنا هستند که نظر به هدایت شاه امان الله در سال 1300 هجری شمسی به اداره مطبوعات و نشرات هدیه داد که در اسناد مطابق لهجه علوم پغمان نامگذاری شود و از کاربرد پمغان و پمگان جلوگیری شود. پغمان بعد از سال 1297 در عهد امیر عبدالرحمن خان به سرپرستی عبدالسیحان خان مهندس اساسگذاری شد و برای خانواده سلطنتی حصص مختلف آن در نظر گرفته شد. امیر حبیب‌الله خان هم به نوبه خویش برای اعمار این شهر کوچک که محل بود باش و بذل مساعی کرد. اما شاه امان الله بیشتر از همه کوشید تا این محل که زادگاهش بود از دایره خانواده و سلطنت بیرون نموده برای استفاده عموم قرار بدهد. پغمان شهری است در تپه‌های نزدیک پایتخت افغانستان، شهر کابل که در ولسوالی پغمان واقع شده است. جمعیت آن بر اساس آمار سال 2002 1,20,000 نفر بوده که از مردمان اکثریت تاجک و اقلیت پشتون تشکیل شده. باغ پغمان یکی از جاذبه‌های بزرگ این شهر است و باعث شده گاهی آن را باغ پایتخت افغانستان بخوانند. باغ عمومی در ایام جشن استقلال که 8 شبانه روز برای استفاده مردم کابل و اطراف چراغان می‌گردد. خوانندگان بالای تخت‌ها نشسته با دست‌های ساز آوازخوانی برای تماشاچیان هنرنمایی می‌نمایند. پادشاه در بین مردم بدون قید و شرط و تشریفات وارد می شد و سخنرانی و احوال پرسی می نمود. با وجود که اکثر مجالس دولتی و جرگه ها و پذیرایی از مهمانان در این شهر انجام می شد، اما هرگز دروازه آن برای مردم بسته نبود. اهمیت و ارزش پغمان نه تنها به خاطر سرسبزی آن است، بلکه به خاطر شهر نماد از استقلال و آزادی می باشد. در روز 28 اسد در اطراف مناره ها و طاق ظفر گذاشتن اکلیل گل در آن سالها بیشتر مورد توجه مردم بود. بالاباغ و قصر پغمان در سمت غرب پغمان بنابر علایق خاص شاه امان الله احداث کرد. از زیبایی های بالاباغ عمومی تا 30 سال قبل به نام صحنه بهاری و کافی مهتاب و تلفن خانه یاد می شد و در اختیار مردم بود. پغمان یکی از جاذبه های گردشگری زیبای ولایت کابل است که طبیعت منحصر به فرد خودش را